دوستان سلام. میتونم بگم خفن ترین کامیون ولووی است که تا به حال وارد ایران شده. یه ولوو فول تیونینگ FH 2024 0 کیلومتر که توسط مالکش به ولوو سفارش گذاری شده و این کد رنگ اختصاصی رو براش تولید کردن و خودشون اومدن این تزیینات زیبا روش اجرا کردن. این ماشین واقعا جذاب و زیبا. اولین نکته که خیلی مهمه، بیاد از نزدیک ببینید، توسط مالکش فیس 750 برای این ماشین سفارش گذاری شده و این چراغا ببینید داخلش FH 16 هک شده. چراغا مشکی است، خیلی گرون قیمت، حدود 350 میلیون پول این چراغای مشکی است. چراغای راهنما داخل مشکیه و فیس 750 رو ماشین داره و خودشون اومدن کلی تزیینات کردن. این گارد فولادی که می‌بینید روی ماشین نصب کردن، این چراغ‌های استرندی که هر کدوم 30-40 میلیون پولشونه. ابرو بالا رو ببینید، ابرو بزرگ فابریکی قرار داده شده و پروژکتورهای سقف رو داره. اما بریم جزئیات دیگه ماشین رو بهتون بگم. این ماشین به صورت فابریکی فاق لاستیکش 80 قرار داده شده که به در کار تو ایران بخوره و همه رینگا آلکوها. سرپیچه رو بیاید ببینید، سرپیچه همه اصلی تزییناتی ولوو است، با نسخه‌های معمولی متفاوته و خود مالک هم سفارش گذاری کرده که این بخشایی که تو ماشینای عادی مشکی رنگه، ولوو براش قرمز کنه تا ماشین فول کالرتر و به قولن تیونینگ شده تر باشه و کلی تزیینات البته خودشون اضافه کردن، مثل این بخشای زیر فلاپ و چراغ‌های دور و اون بخش پشت اینا که همه چراغ‌های اصلی گرون قیمت خودشون استفاده کردن. واقعا ماشین خیلی دیزاین جالب و جذابی داره. ولوو 2024 0 کیلومتر هم هست که می‌بینید سنسور هشدار اطرافو داره و رینگا هم همه آلکوها توسط بچهای قائم شهر مازندران به این زیبایی جمع شده و از ولوو سفارش گذاری شده که خیلی هم جالبه. بریم با هم داخلش هم ببینیم. خب دوستان، همینطور که می‌بینید به صورت فابریکی چراغ‌های تزیینات بیرون همه فابریکی ولوو قرار داده شده که این خیلی جالب و جذاب می‌کنه ماشین رو. مانیتور فابریک خود ولوو و اینجا ببینید مایکروفر خود فابریکی ولوو. از اون که بگذریم اینجا قهوه ساز رو هم داره دیگه، کابینش فول حالته و دیگه همه چیزو به قولن داره. این هم از یه دونه ولوو خاص و جذاب. واقعا دم بچهای مازندران هم با این سفارش گذاریشون. کامل ویدیوی ماشین هم میتونید تو یوتیوب اون حتما ببینید. نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید.